اگه نمیدونی سر صحبت رو با مخاطبت چطوری باید باز کنی، بیا تا بهت بگم. روش اول روش توصیفی سوالیه، یعنی یه ویژگی مثبت مخاطبت رو میگی، پشت سرش یه سوال ازش میپرسی. مثلا میگی که شما چقدر تو این سن توانمندین، چقدر سلامتین، رمز موفقیتتون چیه؟ وقتی که جواب سوالتو بده، ارتباط شکل میگیره. دومیش یادآوری یه خاطره است. چقدر چهره شما برای من آشناست، خیلی شبیه دختر خالم هستین. 3 بیان احساسات. صدای شما چقدر جذابه، از دیدن چهره شما چقدر حس خوبی گرفتم. 4میش ایجاد تمایزه. من این حرفو به کسی نمیگم ولی به شما میگم، یا اینکه من از هر کسی خوشم نمیاد ولی از شما خوشم اومده. 5می بیان موافقت یا مخالفته. من از ایده شما خیلی خوشم اومده، یا اینکه من نظر دیگه ای دارم. بعدی نظرخواهیه. شما خیلی فن بیان خوبی دارید، راهی دارید که به منم بگید تا بیانم بهتر بشه. بعدی اعلام کمکه. من در فلان موضوع به کمک احتیاج دارم، یا اینکه میتونم کمکتون کنم. بعدی پیدا کردن شباهتاست. من کلاس یوگا میرم، شما هم همینطور؟ کجا میرید؟ حالا شما به من بگین از کدوم یک از این جملات یا جملات دیگه برای باز کردن سر صحبت با مخاطبت استفاده میکنی؟ اینجا کامنت کن.